سلام به ویدیوی آموزش رنگ کردن کاغذ و مقوا خیلی خوش اومدید. بریم برای معرفی وسایل. خب اولین چیزی که میخوایم کاغذ مقوای اشتنباخمونه که 160 گرمی سفیده. یه کاغذ برای ست میخوایم. حالا یه نکته‌ای هم که لازمه بگم اینه که شما میتونید مقوا ماکتتون رو رنگ کنید. ولی خب من دیدم که بچه‌ها رو مقوا ماکت خام هم کار میکنن، ولی اشتنباخ رو حتما باید رنگ کنید تا قشنگ بشه. برای رنگ کردنش ما نیاز داریم به فوتک و همینطور ترکیب قیر و بنزین. اول بریم برای آموزش درست کردن فوتک که با هم یه سری وسایل دم دستی درست میشه. نیاز داریم به یه جعبه کبریت، یه لوله خودکاری که تموم شده. در واقع ترکیب اینجوری میشه، باید یه دونه از این نیها کوچکتر از اون یکی باشه. سرشو کات میکنم. خب و همینطور نیمون. الان 2 تا نی داریم، یکیش کوچیک‌تره و یکیش بزرگتر. اول بیاین از نی بزرگتر شروع کنیم. نی بزرگتر رو در طول جعبه کبریتمون با چسب فیکسش میکنیم. اینجا باید دقیقاً مماس باشه و مو به مو باشه. لبه نی با اینجا اینجوری پیدا داره. و حالا این نکته حالا این ابزار ساده همینه که وقتی میخواید نی کوچیکتر رو در عرض جعبه قرار بدید و بچسبونید، این نی دقیقاً باید روبروی این حالا دهانه باشه که ما از این نی قراره فوت کنیم توی فوتکمون. این پایین تر قرار نگیره، بالاتر هم نره. دقیقاً وسط در وسط نی بزرگترمون باشه دهانش. و با چسب حالا فیکسش میکنیم. یه تیکه چسب هم میزنیم به ته جعبه که این تکون نخوره. این از فوتک ما آماده است. حالا بریم سراغ ترکیب قیر و بنزین. در مورد قیر حالا من یه ویدیو گرفتم که از کجا و دم دست تهیه‌اش کنید. حالا اون ویدیو رو براتون میذارم ببینید. در مورد قیر همیشه ازم میپرسن که اوکی ما قیر از کجا بیاریم؟ بچه‌ها بیایید با بالا پشت بوم و این تیکه هایی از ایزوگام هست که اینجوریه، اینا قیره. البته میدونید قیره، منظورم اینه که میتونیم ازش استفاده کنیم. تیکه از این قیر رو میکنیم. یه روش کاملا یه روشیه که پدرتون اصلا نباید ازش مطلع بشه که این کارو میکنیم. یه مقدار کمه. ببین البته یه جاهایی هست که این قیر عنکبوته رو این قیر اضافه است. من یه تیکه از اینجا برداشتم، یه تیکه میرم از مثلا نه همونجا از همه بهتره. که از اینجا برمیدارم یه جوری که فونداسیون کلی خونه آسیب نرسه. من الان 2 تا تیکه قیر دارم، بعد بشورم و حالا بریم برای ادامه آموزش. ولی در مورد بنزین، همون بنزین معمولی موتور و ماشین رو ما استفاده میکنیم. ببینید به این نسبت تقریبا 50 سی سی بنزین ریختم. من تقریبا 2 تا تیکه انقدی هم قیر انداختم توش، شاید کمی بیشتر، شاید 3 تا تیکه. ولی نسبت کلا قیر و بنزین رو نمیتونم دقیق بهتون بگم. در واقع بعد بذارید قیر تقریبا نصف روز توی بنزین خیس بخوره و اینجوری هم بزنید و روی کاغذ تستتون با فوتک
امتحانش کنید که ببینید رنگش خوبه یا نه. بعضی وقتا خیلی کم رنگ میشه، انقدر که اصلا انگار شما رنگش نکردید، و بعضی وقتا هم خیلی پر رنگ میشه. بعد یه رنگ یه دست و ملایم بهمون بده که ترکیب اجرای تسهیبمون روش زیبا بشه. در واقع این یه مقدار خوبیه. حالا میریم با هم دیگه تستش کنیم. این از بنزین و قیری که من قبلا درستش کردم هم میزنیم اینجوری و خب باید تاکید کنم که توی فضای باز شما این کار انجام بدین، چون بوی بنزین میپیچه توی همه اتاق. من میرم پنجره رو باز کنم و بیام برای ادامه کار. احتمالاً صدای موتور و ماشین یه ذره بیشتر بشه، ولی خب این از فوتک قدیمی منه. بیاین از این فوتک جدیده استفاده کنیم. فعلا مقوامون رو میذاریم کنار و یه تیکه کاغذ معمولی، نیازم نیست از مقوا استفاده کنید، ولی خب میتونید از تیکه مقواهایی که از کارتون مونده هم استفاده کنید. من این یه کاغذ آچار معمولیه. خب در ترکیب قیر و بنزین رو باز میکنم. خب از طرف نی کوچیک میذارم توی قیر. بریم برای ترکیب قیر و بنزین که نی کوچیکتر قرار میگیره. کاغذ رو قرار میدیم و توی نی بزرگتر توی اینجای نی ما فوت میکنیم و حالا محلولمون دستگاهی که ساختیم رو تکون میدیم، یعنی نگر نمیداریم ثابت. از بالا شروع میکنیم، همینجوری توش فوت میکنیم و اینجوری میاریم پایین. ببینید الان من هرچی فوت میکردم رنگم پاشیده نمیشد، چون این سر نیم تغییر کرده. باید دقیقاً این دوتا روبروی هم باشن. نمیدونم چجوری جلوی دوربین توضیح دادم، ولی این دوتا باید دقیقاً روبروی هم باشن. برای ترکیب حالا ببینید که خوب شده رنگ یا نه، هر چند وقت یه بار که حالا نصف روز گذاشتید قیر و بنزین با هم دیگه ترکیب شدن، یه تست بزنید روی کاغذ این رنگ مناسبه. و اینکه اگه حالا مقوای اشتنباختون رو خراب کردید، پشت روی مقوای اشتنباخ تقریبا یکیه. این ور رو خراب کردید، اون ورشو بیار و روش اجرا کن. و ببین من اینجا خراب کردم رو پشتش، ولی خوب اجرا کردم. در کل بعد یه سری نقطه های خیلی کوچولو و ریز به شما بده و به صورت یک دست. مثلا اینجا الان یه ذره بیشتره و اینجاها کمتره. حالا بعد شما بیاید با تنظیم کردن فوتکتون رنگ پاشی رو ادامه بدید با یه فاصله مناسب دیگه. تقریبا من فوتکم آوردم بالاتر و اینجوری ریختم، یعنی نباید خیلی نزدیک باشه، نباید هم خیلی دور باشه. در فاصله تقریبا 20 تا 30 سانتی اینو قرار بدید و توی نی فوت کنید و رنگ پاشیده میشه و مقواتون رنگ میشه. امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه که ما با فوتک و ترکیب قیر و بنزین اومدیم کاغذمون رو رنگ کردیم.